چند تا سوال بی خود و بی جهت از شما میپرسم. شما هم بچه‌تون رو میفرستین یه چیزی رو پیدا کنه، بعد اونو پیدا نمیکنه، خودتون میرید پیداش میکنید؟ من بهش میگم دنبال فیل گشتی آخه. شما هم برای بچه‌تون پست‌های آموزنده میفرستین، بچه‌هاتون سین نمیکنن؟ دقیقاً. نه چون زیاد میفرستم میگن چون زیاد میفرستیم ما وقت نمیکنیم ببینیم. شما هم به بچه‌تون میگید بره ظرف بشوره، بلافاصله خودتون میرید ظرفا رو میشورید بهش سرکوب میزنید. آفرین. یعنی مامانا اینجوری هست. مثلا من حامد باشه برو ظرفا رو بشور، خودش شروع میکنه یه ظرف نشست. شما از اون مامانایی بودید که به بچه‌تون بگه از بچهای مردم یاد بگیر؟ اصلا گفتید دیگه. شما هم تا تو تلویزیون یه چیزی راجع به احترام به والدین پخش میشه صداشو زیاد میکنی؟ من نگاهشون میکنم. شرمندهشون میکنی ببینن. شما هم به بچه‌تون میگی شد یه بار بگی چشم؟ آفرین. شما هم وقتی از دست بچه‌تون عصبانی میشی بهش میگید ایشالا یه بچه عین خودت گیرت بیاد؟ راست میگه.